درود به تک تک دوستان گل. آقا مشتاق جلو. این چند تا نمونه گرگیر دست منه. این دو تا که پرایدیه. ببینید این شیارای داخل رو ببینید. ABS ساده. خطاش می‌بینید؟ اینها کارایی‌های متفاوتی داره. درسته مال گرگیر پرایده. ولی زمانی که شما اگر اینو ABS رو بزنید روی ساده به محضی که فرمون برمیگردی از جاش در. این مال پرایدا. حالا 4 مدل هم گردگیر پژو ما داریم. خب یکیش که زانتیاییه. بیاین داخل ببینید آقا مشتاق. این بهش میگن زانتیایی. یعنی لبه پولوس اینا اینجا هست نمونهش. ببین اینجا این لبه اینجوری صافه. مال این مدله. خب این مدلش ABS 22 که معمولا توی تمام ماشینا ها هستش. من یه نمونهشو داشتم اینجا. اینم ABS 22 که هستش مشخصه. این میفته داخل این شیار. این مدل دیگه‌اش سمندیه که حالا با بچه‌ها با سمندی بسیار آگاه‌ترن و قدش هم یکم بلندتره. تو بعضی‌ها 7 چینه، تو بعضی‌ها هم 6 چینه. یه مدلش هست اینا گرگیرای مال سرپلوسای قدیم ساده بوده. این مدلش میخوره. ببینید یک نکات ریزیه که الان همین ماشین 206 که جای دیگه برده بود باز کرد و یه ماشین هم من صبح داشتم که یک کوی به ذهنم رسید من اینو با شما در میون بذارم. نکته‌های بسیار ریزو. شما زمانی که بست ژیانی رو میکشین یا بست حلبی رو میکشین میبینید از جاش درنه یا اون کیفیت کار قشنگ سر جاش نشسته به خاطری که اینا رو رعایت نشده. حتما اینا رو رعایت کنید. هم خودتون راحت باشین هم مشتریتون آرامش داشته باشه و اسم رسم خوبی هم داشته باشید. دوست دارم.